بینندگان ارجمند سلام. برنامه اخبار آزادی در خدمت شما است. امروز جمعه 29 می است و شما را با خبرهای تازه ترین این روز شناس میکنیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا خبرها درباره امکان تمدید 2 ماهه آتش بس با ایران را تصدیق کرده. گفت ایران باید شرط‌های آمریکا را بپذیرد. من گفت و شنید میکنم آنها مذاکره کننده های خیلی خوب و زیرکند، ولی در نهایت برتری با ما است. دوشنبه سیتی بانک اصرار می‌ورزد که مشکل انتقال الکترونی پول را حل کرده است، ولی مشتریان هنوز هم از کار این مؤسسه قناعتمند نیستند. یک ما داودا کردیم 3000 گرفتن تونستیم، دیگه هم خیلی پیش نشدیم. بر پایه قانون نوی طلاق در افغانستان حکومت طالبان نه تنها به ازدواج کودکان اجازه می‌دهد، بلکه خاموشی نابالغ را چون رضایت به نکاح ارزیابی می‌کند. مطبوعات خبر داد که مذاکره کننده های بلندپایه آمریکایی و ایرانی تا رفت به یک سازش نزدیک می شوند که مهلت آتش بس موقتی را درازتر می کند. هرچند هنوز نه در واشنگتن و نه در تهران رسما هیچ خبری در این باره نگفتند، ولی چنین به نظر می رسد که موقع های دو طرف نزدیکتر می شود. معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جی دی وینس اشاره کرد که پیشرفته در گفتگوها هست، ولی در نهایت چه قراری به دست می آید معلوم نیست. همکارم مولا رجب یوسفی جزئیات این گفتمانها را خلاصه می کند. چندین رسانه بین المللی خبر دادند که ایالات متحده آمریکا و ایران به یک سازش سنجشی تمدید آتشبس عمل کننده دست یافتند و حال آن تصدیق پرزیدنت دونالد ترامپ را انتظار است. خبرگزاری ریترز با تکیه به 4 منبع آگاه از این موضوع نوشت سازش آتشبس را به مهلت 60 روز دیگر دراز کرده اجازه حرکت آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را پیش بینی می‌کند. همزمان مذاکره‌ها برای بررسی موضوعهای سنگین‌تر مثل برنامه هسته‌ای تهران ادامه دارند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت در این گفتگوها موقع واشنگتن قوی‌تر است و هشدار داد که در صورت ناکام شدن گفته شنید و برای دستیابی به نتیجه دلخواه اقدامات حربی را هم کنار نمیگذارد. و روز 28 می در یک مصاحبهش با فاکس نیوز گفت در صورت برای ما نامناسب بودن سازش احتمال از سرگیری اقدام‌های حربی وجود دارد. او با این اظهاراتش اشاره کرد که در صورت ناکامی راه‌های دیپلماتی در مذاکره‌ها مأموریت کاخ سفید از راه‌های حربی کار بگیرد. من گفت و شنید میکنم آنها مذاکره کننده های خیلی خوب و زیرکند، ولی در نهایت برتری با ما است، چون ما آنها را از نظر حربی مغلوب کردیم. ببینید آنها حالا ارتش بحری ندارند. 159 کشتی داشتند، همش در قعر بحر است. همش عکسش را داریم. آدمانی داریم که زیر بحر رفته عکس صدها کشتی را گرفتند. ارتش بحری آنها 100% نابود شد. نیروهای هوایی آنها پوره 100% از بین رفت. در همین حال خبرگزاری‌های ایرانی میگویند که روز 28 می ارتش این کشور به سوی کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله‌های موشکی آگاه کننده انجام دادند. یعنی کشورهای منطقه باید جدا از این تحولات ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به تجارت حربی نفت ایران تحریم‌ها جاری نمود و 8 کشتی انتقال دهنده مواد سوخت به بازارهای جهانی را هدف قرار داد. 2 هفته زیاد است که مشتریان سیتی بانک تاجیکستان از مشکل در معامله‌های پولی شکایت می‌کنند. یک شکایت اساسی این است که با وجود انتقال پول توسط برنامه‌های الکترونی بانک این مبلغ‌ها قبول می‌شوند، ولی ثبت نمی‌گردند و تصدیق قبول این پول‌ها هم گویا کار نمی‌کند. نوبت پایه‌های پشتی درهای نمایندگی‌های بانک هم گواهی زیاد بودن مراجعت‌ها است. سیتی بانک آن را نزدیک به مقامداران حکومت تاجیکستان مینامند در دوام چند سال اخیر بر اساس دستور رسمی نهاد اساسی قبول پرداخت‌های معیشی و نقلیاتی ساکنان گردیده است. علیشیر ظریفی و امیر صاحب موضوع را ادامه می‌دهند. برای تاجینیسو سفر و ساکن شهر دوشنبه مهم بود که از طریق بانک دوشنبه سیتی سری وقت مبلغ گذراند، ولی برنامه بانک با گفته او کار نکرده است و این باعث شده است او به یکی از فیلال‌های بانک مراجعت کند. یک هفته می شود او به برنامه الکترونی دوشنبه سیتی دسترسی ندارد. من در وی بودم، در تاشکند بودم. من اونجا پول گذراندم با طریق دوشنبه سیتی. مبلغ گذشت، لیکن با خواستم که با گذرانم نشد. تماما برنامه محکم شد.
در 2 هفته اخیر نگرانی‌ها از کار بانک دوشنبه سیتی در شبکه‌های اجتماعی نیز به نظر می‌رسد و برخی مشتریان شکایت دارند که برای حل مشکلیشون به بانک تماس می‌گیرند ولی کسی به آنها پاسخ نمی‌دهد. این مرد میگوید مشکل دوشنبه سیتی مشکل 2 هفته اخیر نبوده، در گذشته او نیز نتوانسته است مبلغ گذرانده‌اش را بازپس گیرد. ما در رقم‌های همیان خودم 3000 сомонӣ гузарондум. ма да смс омадага ки гузаштага квитанса доштум. дар рақамҳои худат пул мепартоӣ, квитансияро мебарӣ, нишон медиҳӣ ки ман хато кардагӣ нестам, не ки дар система пул нест. ма як моҳ давода кардам 3000 гирифта натонистем, дига ҳам хел пиш нашидем. сум мегзаронӣ, дер мегзара ё ки намегзара. ма ҳамчун соҳибкор ҳами хел ҳолатҳо шудага муштарӣ мегзарона, галочка сабз меша ки то што гузашт. мо ӯро наметонем ки то гузаштанша беста. мерава чанд намегзара, баъд занг мезанӣ мега ки атме нашид. дар идораи душанбе сити мавзӯъро шаҳр надоданд ва ба номаи расмии радиои озодӣ то лаҳзаи таҳияи гузориш посухе наомад. این بانک در صفحه فیسبوکی خود نوشته است که در پی راه‌اندازی نوسازی و تکمیل نظام حمیان الکترونی در دسترسی به برنامه نقصان‌های موقتی تکنیکی به میان آمده‌اند. دوشنبه سیتی با عذرخواهی از مشتریانش ادعا نموده است که چنین تدبیر برای بخطری مبلغ و اطلاعات مربوط به مشتریان بوده حالا مشکل برطرف شده است. ولی بعضی مشتریان میگویند هنوز هم حمیان الکترونی بانک گاهی درست کار نمی‌کند. دوشنبه سیتی یکی از بانک‌های تاجیکستان است که زیر تحریم اتحاد اروپا قرار داشت. در گذشته نیز شکایت‌ها از سطح خدمات این بانک که به شخصان بلندپایه و نزدیک به مقامات نسبت داده می‌شود صدا داده‌اند، ولی مسئولانش نه همیشه به نگرانی‌ها پاسخ می‌دهند. حکومت طالبان در افغانستان قانونی نوی را درباره طلاق قبول کرد که آشکارا به ازدواج با کودکان اجازه می‌دهد. چیزی که در گذشته این کشور نیز وجود داشته است، ولی این نوبت قانون نو راههای جدایی و طلاق را از نظر شریعتی طالبان مقرر می‌کند و نگرانی را در جامعه افغانستان برانگیخت. رادیو آزادی این موضوع را تحقیق کرد و پیش از برنامه از همکارم طاهر سفر اول درباره جزئیات قانون پرسیدم. ازدواج با کودکان در افغانستان همیشه یک کاری معمولی بوده است، اما گروه‌های حامی حقوق میگویند که این ظهورات پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بیشتر دامن پهن کرده است. روز 14 می طالبان قانون نوی طلاق را صادر کردند که بار اول به طور غیر مستقیم اجازت ازدواج کودکان را در افغانستان نشان داده است. قانون که درباره جدایی قضایی همسران نام دارد، شرایط طلاق را در دادگاه‌ها معین می‌کند. در بند 5 این قانون با اشاره به ازدواج‌های خویش و تباری آمده است، با رسیدن به سن بلاغت نابالغ حق دارد از این ازدواج دست کشد. تا آن زمان دختر حق طلاق خواستن را ندارد. قانون همچنین فرموده است که اگر دختر با رسیدن به سن بلاغت به طور رسمی به ازدواج خود اعتراض نکند، خاموشی او رضایت معنی داد می شود. و گفته طبیبان سن معمولی آغاز بلاغت دختران بین 8 تا 13 سالگی است. علمای اسلام در مورد سن بلاغت دیدگاه‌های مختلف دارند و از مکتب‌های فقهی آن را از 15 تا 18 سالگی می‌دانند، ولی در متن‌های پیشین 9 سالگی را هم زمان بلاغت دختر حساب کردند. در قانون آمده است دختری که با مردی نامهربان یا بدنام ازدواج کرده است حق دارد با رسیدن به سن بلاغت از طریق دادگاه از این ازدواج ناخواسته‌اش دست بکشد. اما اگر شوهرش از طلاق دادن او خودداری کند و دختر نتواند برای اثبات دعوای خود شاهدان را به دادگاه بیارد، قانون به دادگاه دستور داده است که گپ شوهر را قبول کند. دفتر سازمان ملل در افغانستان این قانون طالبان را تنقید کرد و آن را قدم دیگر در راه محدود کردن حقوق زنان و دختران در این کشور خواند. سوال دیگر به همکارم این بود که تا کجا این قانون به زنان در افغانستان که حالا از حقوق زیاد محروم هستند امکان می‌دهد مثلا خودشان از شوهری بدرفتاری جدا شوند؟ فعالان حقوق زن و بسیاری از زنان افغانستان که ازدواج‌های برمحل را تجربه کردند میگویند هرچند قانون‌های شریعت در افغانستان در نظریه به زنان حق طلاق را می‌دهند، اما در عمل این روند کند و سیرخرج بوده، ماها و حتی سالها طول می‌کشد. در افغانستان محافظه‌کار و فقیر بسیاری‌ها بر این نظرند که برای یک دختر و یک کودک رفتن به دادگاه و راضی کردن شاهدان برای شهادت دادن به ضد شوهر قریب غیر امکان است. والدین اکثر وقت برای به شوهر دادن دختران خردسال خود خشاقی، قرضداری و ناامنی را
بهانه‌های اساسی می‌آورند. یک ساکن ناحیه زنده‌جان ولایت هرات که نخواست نامش فاش شود گفت پس از آن که دختر 15 سالش را در سال 2025 به شوهر داد شب‌ها از نگرانی و عذاب وجدان رنج می‌کشد. این مرد در تلاش برای درست خواندن قرار دشوار خود گفت این یگانه راه نجات دختر و عائله‌اش از فشارهای افزاینده اجتماعی و مالی بود. طلاق یک ننگ اجتماعی در افغانستان به شمار می‌رود و اکثر وقت باعث بدنامی یک عمره زنی طلاق گرفته و خانواده او می‌گردد. مثلا سنا، یک زنی که در طفلیش او را به شوهر دادند ولی بعداً باز جدا شده است، بر رادیو آزادی گفت در چشم جامعه یک زنی طلاق شده بود که در ارتش خدمت می‌کرد. این در ذهن مردم به معنای زنی بد اخلاق بود. طالبان که سال 2021 به قدرت برگشتند تاکنون اجازه نمیدهند دختران از چنین فیشش بالا تحصیل کنند. محدودیت‌های زیادی را هم بر زندگی زنان از جمله در بخش کار، سفر و روابط و مکان‌های عمومی جاری کردند. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره قانون نو درباره طلاق که اخیراً از طرف حکومت طالبان افغانستان قبول شده است تفصیلات داد. یک خانواده نیازمند در شمال تاجیکستان از آن شکوه دارد که دوام 15 سال اخیر هیچ به داد آنها برسند. یک درخواست آنها برای بنیاد دیوار در حولیشان با یاری حکومت ناحیه باباجان غفورов سالها اجرا نشده میماند. هرچند در این مدت بارها به در حکومت رفته و خطی هم مراجعت ها کرده اند. پسر این خانواده معیوب بوده، مادر به حیث باغبان در حکومت ناحیه باباجان غفورov کار میکند. فرزان محمدی تفصیلات بیشتر دارد. دیوار حولی یک عائله معیوب تقریباً 15 سال پیش تخریب شده و طول این سالها انتظار تعمیر است. این عائله در جماعت اسفیسار ناحیه باباجان غفورov دومین کلانترین ناحیه تاجیکستان زندگی میکنند. آنها میگویند در وقتش از روی توانشان دیوار ساخته بودند. اکنون آن امکانیت را ندارند. این باران بود، تگشنده بیتانش نبودگی همین به نخل شده غلطی برفتگی. برای ما خودم یکم گروپ اینوالید مادرزادی من اگر دستم بیاد من به مراجعت نمی کنم. یگان انسان خودم ما میکنیم. اینجا به نیست، یاردمچی نیست. حال که دولت من نگاه میکنم یکی تنخوابه همین دولت پرسیدوسم من. عالمجان 50 ساله با مادر 75 سالش هر دو در روی خط معیوبان و احتیاجمندان هستند. با این وجود مادر به حیث باغبان و فراش در حکومت ناحیه کار میکند و در مجموع مادر و پسر حدود 2000 سامانه ماهانه دارند. ولی برای ساختن دیوار اطراف 5000 سامانه لازم بوده است. آنها حداقل 10 بار به حکومت محلی، ولایتی و دادستانی مراجعت کردند. ولی تا این وقت مشکلشان حل نشده است. ناحیه رئیسش من 8 اپریل اینجا آمد، اینجا با وکده همه دید گفت که نگفت بایش نگفت 22 روز گذشت. من اونجا با رفتم خچم میشد گفته گپ نزد. من شما پریام میکنم گفته پریامش نیست میگریزه. تمام. در جواب مکتوب آنها حکومت محلی نوشتند که در بودجه چنین مبلغ ندارند و در صورت پیدا شدن صاحبکاران خیرخواه دیوارشان را نوسازی میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov. و یک خبر در حالی که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با کشورهای غربی جنگ اعلام کرده و آنجا صدها هزار نفر را گرفته است، فرزندانش از خردسالی با مربیان کشورهای غربی تامین شدند. وظیفه مربیان این است که پسرهای پوتین و ورزشگر المپی علی نکبایو باید زبانهای خارجی را چون زبان مادری خود بدانند و تلفظشان از یک ساکنی با سواد اروپا یا امریکا فرق نکند. و در این باره یک تحقیقات رادیوی آزادی نشر شده است، آن را بعداً بخوانید. بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی در همین جا به آخر میرسد، ولی سامانه azadi.org و هم صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس در خدمت شما هستند. خبرها و گزارش‌های ما را از آنجا ببینید، بخوانید و اگر شما هم شاهد حادثه یا خبر شدید به ما نویسید و فرستید، ما با شما در تماس می‌شویم. خدا نگهبان.